و حکنون برای بحث بیشتر برشون نظری روزنامه‌نگار در کانادا را با خود داریم. سلام آقای نظری. سلام به شما برسد. میخوایم به عنوان نخستین سوال بپرسم که امشب رئیس جمهور غنی 2 توافقنامه امنیتی با ناتو و امریکا را امضا کرد. آینده این روند را چگونه ارزیابی میکنین؟ خب توشیح اسناد وابسته به همکاری های استراتژیک افغانستان و امریکا و ناتو خوبی ها و بدی های خود البته پا به پای هم داره. خب اگر خوشبینانه دیده شود تطبیق اسناد در عمل میتونه افغانستان از نگاه امنیتی در وضعیت بهتری قرار بده، نیروهای امنیتی افغانستان بیشتر تجهیز بشوند و حداقل برای چندین سال دیگه که نیروهای بین المللی در افغانستان حضور دارند، برخی از قدرت‌های منطقه که برای بی‌ثبات‌سازی افغانستان بندانسایی میکنن البته نتونن برنامه‌های وسیع برای تامین ثبات ساختن افغانستان طرح بکنن. در کنار این مسائل رونق اقتصادی و اعتماد به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و کار و کسب در افغانستان هم متصور است، اما پهلوی منفی قضیه هم وجود داره که میتونه دشواری‌های امنیتی رو بیشتر بسازه، همچنانی که در 2 هفته اخیر کابل و برخی از شهرهای افغانستان شاهد رویدادهای خونینی بود که شاید ناشی از عدم رضایت برخی از گروه‌ها به خصوص گروه تروریستی طالبان از همین موافقتنامه‌ها باشه. کشورهای منطقه هم در این میان شاید با استفاده از عوامل خارجی بتوانند مزاحمت‌هایی را ایجاد بکنند تا نیروهای امریکایی و قوای تحت رهبری ناتو افغانستان را ترک بکنند. اما آنچه مهم است که سیاستمدارای افغان چگونه از این سندها برای دوام ثبات و از بین بردن کامل شبکه‌های تروریستی در افغانستان استفاده میکنند. این موضوع بسیار مهم است. آقای نظری، شما راجع به کار و کسب گفتین. قبل از اینکه ما سند استراتژیک با امریکا نیز داشتیم، اما گفته میشه انتظاراتی که مردم داشتن زیاد برآورده نشده. خب دقیقاً افغانستان در جریان 13 سال گذشته از حمایت‌های سخاوتمندانه جهان برخوردار بود، اما این حمایت‌ها در کناری که تغییرات مثبت را در زمینه داشته، اما در این حال نتونسته که پاسخگوی نیازمندی‌های افغانستان باشه. البته نیازمندی‌های بیشتر امنیتی افغانستان، ضعف برداری از این همکاری‌ها فرضیه‌ای را هم به وجود آورده که امریکا توانایی تامین امنیت افغانستان نداره. اگر این توانایی را می‌داشت در 13 سال گذشته او را انجام میداد و یا به سر میرساند و اگر قصدن و بنا به برخی از ملاحظاتی که داشته به این کار تن نداده، بحث دیگری است که از اختلافات سیاسی ناشی میشه. همچنانی که قبلا من اشاره کردم، استفاده و بهره‌گیری از مفاد سندها وابسته به خرد و توانایی رهبران افغانستان است که تاکنون حکومت وزرای تازه نداره. پیشبینی هم دشوار است که گفته شود که وزرایی که در آینده تصدی امور را در دست میگیرند چقدر توانایی را خواهند داشت برای تامین امنیت از ظرفیت‌هایی که با استفاده از این همکاری‌ها به دست میآید امنیت کشور را تامین بکنند. بله آقای نظری، توانمندی افغانستان به خاطر این سندها چقدر است؟ خب افغانستان توانایی‌های داره در صورتی که رهبرای سیاسی افغانستان از خرد درست کار بگیرند و بتوانند که از مفاد این اسناد برای تامین امنیت، تجهیز نیروهای افغان و همچنان قناعت دادن کشورهای همسایه استفاده بکنند. این ظرفیت‌ها وجود داره، اما در این حال این را هم باید از یاد نبریم که افغانستان تا هنوز هم به حمایت‌های وسیع بین المللی نیاز دارد تا بتونه که از این حمایت‌ها استفاده بکنه و کشورهایی را که در افغانستان 13 سال گذشته بحران آفریدن تحت تاثیر قرار داد. سپاس از شما آقای نظری.